تو برلین مثل اینکه به طور رسمی همه خانم‌ها اجازه دارن کاملا برن که تو آبش شنا کنن. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو پادفکت دیگه. خیلی وقت بودش پادفکت ضبط نکرده بودیم. آره پادفکت کلاسیک ضبط نکردم، رفته بودیم توی جن و پری و این. آره اونم خب دوست دارید دیگه، ولی خب اینم من دوست دارم. تخصص من میدونید بچه‌ها فکته. من اصلا فقط به نظر من حضور من باعث میشه که این ویدیو 500 معرفی بذار معرفی کنم. منو که میدونید کیم. متخصص جن شناسی. من روشا و منم که سلطان فکت. سلطان فکت های ناب. این دقیقا اون قسمت از ویدیو میشه که دوباره قرار بذارن. نه این سری دیگه مثل سری قبل نیست. ببینیم چیکار می‌کنیم. بریم من تو یک ویدیو که حالا لینکش این بالا میاد یه کوچولو فکت کم آوردم. بده چند تا فکتاتو من بخونم. یه کوچولو. نه حالا دیگه اصلا فکر می‌کنم من فکتام کمه. خواهیم دید این دفعه خواهیم دید. بله. بچه‌ها میدونستید که کلید ماشین، همون سویچ ماشین، بیشتر از خود ماشین حرکت میکنه؟ مثلا این دلیلش رو بهتون بگم. شما زمانی که ماشینتون رو پارک میکنین کلید رو میذارین تو جیبتون و دائما در حال حرکتی و این باعث میشه که سویچ ماشینتون بیشتر از خودتون حرکت کنه. اگه جعبه سیاه هواپیما سالم میمونه چرا کل هواپیما رو از جنس اون نمیسازن؟ خوشت اومده؟ خفه شو. بعد اون جایگاهی که میذارنش چیزه مثلا دیگه به هر حال سالم میمونه. یه کاری میکنن سوالت خیلی تریکیه، فکر کنم خیلی بحث بشه زیر این پسته و زیر این حالا هر کی بتونه به نظرم دلیلشو بگه نابغه است. نمیدونم خیلی عجیبه. من میگم یه شاید گرونه، شاید خیلی گرونه، نمیشه همه اون. چقدر گرونه مگه؟ خب الان خیلی آدما پول بیشتر نمیدن که جونش سالم بمونه. نه ببین اتفاقا مثلا خود طلا، خب طلا فکر میکنم از لحاظ ضربه خوردن خیلی مقاوم تر از فکر کنم فولاده. فکر میکنم و دقیق نمیدونم، ولی مثلا خب خیلی چیزا دیگه فرم میگیره. نمیدونم ولی من شنیده بودم میتونن خیلی چیزا رو از طلا درست کنن. مثلا زره های طلایی داشتیم قدیما، پادشاه مثلا زرهش طلایی بود و فکر میکنم قوی تره، ولی خب چون خیلی گرونه این که همه رو از طلا درست. خب یه دونه حداقل بسازن واسه ثروتمندایی که میخوان نمیرن. اونا دیگه شاید دارن، اونا تو چی میدونی؟ فکرام نخون. فکت دوست. یه فکت خیلی عجیب و غریب دارم، فکت غذاییه و میگه که خوردن یک بسته چیپس در یک روز معادل با نوشیدن 5 لیتر روغن مایع در یک سال. نه فکتای من نخونده بود. فکت تو بود داره. اونش میگه فکت دوست. نه آقا فکت دوست چیه؟ من چون الان زندگی سالم دارم. من دیگه از این لحظه به بعد جلو دوربین دارم میگم چیپس نمیخورم. نه بابا دروغ داریم. دارم جدی. مثل تو که 5 سال نوشابه نخوری، منم همین الان 9 ساله من 9 سال نوشابه نخورم. آره و هیچ تأثیری رو وزن نداره. هر کی گفته دروغ گفت. می‌دونستی کانگوروها نمیتونن به عقب راه برن؟ خب پس چیکار میکنن؟ دور میزنن. نمیتونن بنده خدا. مریضی داره. همش میپرن جلو، نمیتونن بپرن عقب. آجی اولین باری که یک ذره یک مقدار لطافت وارد ویدیوهای ما شده از انقدر همه مرد بودن همه پسر بودن یه ذره لطافت ما خودمون تعجب کردیم. آره خودمون بودیم درنگ. اصلا مشخصه تو فکتو که ما هم گفتیم من اینجوری بودم آها خب که چی؟ دوست دارم روشن کلی احساسات اگه بخوان یه جا گیر کنن که نتونن دور بزنن خیلی باریک باشه چی؟ میمیرن همونجا. چرا؟ رگمونو میزنیم میمیریم ولی دستمون قطع میشه نمیمیریم. رگمونو میزنیم میمیریم ولی دستمون قطع میشه نمیمیریم. چه قشنگ یه نفر رو بردیم از تو دیوانه تر.
این اولین باره که یک مقدار لطافت وارد ویدیو باشه. کسی که بیشتر از 10 ثانیه بهت خیره بشه یا عاشقته یا میخواد بکشت. ولی واقعا تا حالا شده مثلا تو مترو یا جای شلوغ یا حالا مثلا یه نفر به تو خیره بشه خیلی فریک سنگین کرده واقعا فریک سنگینیه. یعنی از این به بعد هر کی بهتون خیره شد یا عاشقتونه یعنی احتمال اینکه قاتل سریالی باشه هست. دقیقاً. میدونستین فیل ها تنها موجوداتی هن که بنده خداها نمیتونن بپرن. خب منم اونقدر وزن داشتم نمیتونستم بپرم. وزن داره ولی نسبت وزن. ولی خب مثلا گوریل هم خیلی وزن داره. خب دیگه آقا در یه حد سوالی گوریل. مثلا کرگدن فکر میکنم اونم وزنش زیاد میتونه بپره. کرگدن دیگه اونقدر وزنش زیاد. نه کرگدن میپره. کرگدن شکارچیه کرگدن. خب موقع فیل بخواد بپره زمین لرزه به وجود میاد اون بهتر که نمیتونه بپره. بابا اینقدر نیست. یه 2 تونه که مثلا 2 تونه. الان یه ماشینه مثلا فکر کنم سایبرترانک هم نزدیک 2 تن باشه. خب اون نمیپره. من دیگه میخوام یه ذره از حیوانی خارجش کنم. آره حاجی بکشیم از من چیز نه. ته حیوانه. از اونجا که همتون گیمرین میخوام یه فکت بدم به خودتون. آره فکر سریع میرشو بگو. اون گیشو گفتیم و تحقیقات نشون میده کسایی که گیمرن خیلی سریعتر و دقیقتر از بقیه آدما تو شرایط‌های مختلف تصمیم گیری میکنن تو زندگیشون. بله. دیگه بالاخره همچین گیمر هم نیستیم. آقا ما یه بیماری داریم. خب از دوستانی که میدونن و اطلاع دارن خواهش میکنم که کامنت بذارن اسمشو بگن. بیماری خیلی فریکه و اون اینه که طرف یک قطعه از بدنش رو دیگه از خودش نمیدونه. یک اختلال روانیه. یعنی چی؟ و قطعش میکنه. آره یعنی این مدلیه که طرف بعد یه مدت حس میکنه که این دست خودش نیست، با مال خودش و تو مخشه این دسته. باز دست خوبه. و جالبش می‌بینی چیه و روش‌های عجیبی برای قطع کردن اون دست دارن. مثلا یه آقایی بوده که این اتفاق براش میفته، دستشو 1-2 روز میذاره، حالا 1-2 روز که نمیدونه حالا چقدر دروغ چرا، دستشو میذاره توی وان پر از یخ و بعد اینکه دستش کلا یخ بزنه قطعش میکنه. تو فکر می‌کنی این دست خودش نیست. فشارم افتاد. می‌دونستین لاک پشتا علاوه بر دهنشون از یه جای دیگه هم میتونن نفس بکشن. آره سوراخ‌های لاکشون. نه کاش سوراخ لاکشون. والا لاکشون سوراخ نداره. فهمیدم آره. ها؟ احساس می‌کنم فهمیدم کجا. بله. از پشتشون؟ بله. از سوراخ مقعدشون تنفس میتونن بکنن. چه مریضن. چجوری؟ کثیف نیست تنفسی که میره داخل. من فکر کنم به خاطر همین اینقدر کنده. هوا آره، خوب خب نمیرسه بهش، اکسیژن سالم اگه نمیرسه. از 2 طرف نفس بکشه چی میشه؟ اسکرین شات بگیر. میتره کرد. اگه تو بهشت به مردا حوری میدن به زنا چی میدن؟ ولی واقعا سوال خوبیه. سوال خوبیه واقعا. چی میدن به ما؟ چرا هیچکی راجع به اینکه به ما چی میدن صحبت نکرده؟ همون فکر کنم شما همون هوریایین دیگه. یعنی چی؟ واقعا که. ولی خب یه تعریف خوبیه دیگه. همه تو هورید دیگه. آقا بعد مگه تعریف خوبیه که چی به ما میرسه؟ ما چقدر فکت خیلی کاربردی دارم ولی امتحان نکردم ببینم درسته نه. ولی اگه کار کنه خیلی خفه. مثلا که بدن کسی که کال پرسن نیستن خوششون نمیاد تلفنشون رو جواب بدن. من دارم. حالا نمیدونم واقعا جواب بده یا نه. میگن اگه میخوای از نت گوشیت استفاده کنی ولی کسی نتونه بهت زنگ بزنه 3 تاره مربع 21 مربع رو میگیری. این اتفاق میفته. بعدم که خواستی لغوش کنی دوباره همین شماره رو میگیری. یعنی اگه این کار کنه به نظرم خیلی خوب میشه. هیچ کسی که به من دسترسی پیدا تبلیغات بودی؟ پول گرفتی؟ آره همین. بچه اسپانسر این برنامه. یه فکتی میخوام بهتون بدم برای تخلیه اطلاعاتیه. شاید به دردتون بخوره. خودتون میخواد تخلیه کنی؟ نه یه نفر دیگر رو میخواد تخلیه کنی. آره میگن که اگر میخواد که طرف مقابلتون همه چیز رو بهتون بگه و توضیح بده خودتون رو به خنگ بودن بزنید. خودتون رو به گیجی و خنگ بودن بزنید.
بوز. گوت. بوز. مردمک چشش مستطیله. نه بابا. والا واقعا فکتای دارکی راجع به بز میدونم که واقعا میترسم از بز. میدونستی من پشت بدنم دارم یه تتو بز؟ جدی؟ بابا آهنگ هیپاپولوژیست. تعجب نکن کمر داف دیدی تتو بز. تو برلین مثل اینکه به طور رسمی همه خانم‌ها اجازه دارن کاملا درخت تو آبش شنا کنن. شما هم حالا توی ذهنتون یه صدایی مثلا میاد که بهتون یه وقتایی میگه این کارو بکن یا این کارو نکن؟ آره خودمم. حالا این فکت این یعنی تئوریه میگه که ممکنه این خودمون باشیم از آینده که داریم به خودمون پیام میدیم که این کارو بکن یا این کار نکن چون میدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. نه وقتایی فوش دعوا هم خودتی از آینده داری خود درگیری دیگه. خود درگیری رو ساده. آره خودتی از آینده که داری به خودت میگی این کارو بکن. یه ذره خود آینده تصور می‌کنی. آره. چیکار میکنی؟ از وقتی چیزایی بهم میگم مثلا این کارو انجام بده من انجام نمیدم بعد فوشت دعوا میشه. فوشت میده؟ بچه‌م من فوش. آن تو بهش فوش تو هم میدی؟ انجام نمیدی هم فوش میدی؟ عجب آدمی هستی. داره. دیگه فکت چیزی بهت داری؟ نمیگه. یه عروس دریایی هست به اسم تیولا. البته یه اسم طولانی هم داره خیلی سخت بود. مردی بگو. سخته نمیشه. همین تیولا هم نمیدونم درست میگم. یه عروس دریایی هست به این اسم خب که نامیراه جاودانه. نه بابا. والا ببین چجوری سیستمش پیر میشه وقتی میچولوسه پیر میشه بعد یهو تصمیم میگیره جوون میشه. تصمیم میگیره؟ آره یهو جوون میشه. اگه شلیک کنیم بهش چی؟ عروس دریایی. حالا یه عده دیگه کی به عروس دریایی شلیک میکنه؟ یه یکی خواست به عروس دریایی شلیک کنه. حالا اونجوری دیگه شاید بمیره بنده خدا. خب چرا از خودش- سیستمش دانشمندان استفاده نمیکنن و اینو انتقال بدن به انسان ها؟ این سوال خیلی خوبیه و به ذهنم رسیده بود دقیقا می‌خواستم بپرسم. اینو مثل که نمیدونه دیگه. نمیدونه. دیگه ارور داره. ولی واقعا اگه شاید هم هستش و به ما نمیگن مثل همون بله هواپیماهایی که به ما نمیگن. ولی در کل عجیبه. عجب فکت این گفتم. یه فکته که نشون میده خانوما چقدر میتونن خطرناک بشن تو دوران PMSشون. یه خانومه تو مکزیک شوهرشو با چاقو میکشه به خاطر یه سری عکسایی که تو گوشی شوهرش دیده بوده با یه زن دیگه. بعداً میفهمه که این خودش بوده وقتی جوان‌تر بوده و خوشگل‌تر بوده خودشو نشناخته. حاجی خیلی سایکوه. تو دوران PMS حواستون به حاجی پارتنراتون باشه. اصلا عکس از خودش هم نگه نداری. چند تا دیگه فکت دارین شما؟ من 200 دارم. دارم. تا میفروشم. میخوام یه مقدار فکتامو از حیوانات دور کنم برم سمت فوبیاها. ایول. آره ایول. فوبیا سلطان فوبیا. حالا میدونی از چی میترسه خیلی؟ نه این سوراخ‌هایی در کنار هم. آقا اینو خیلی هم در فوبیا. خدای شما هم اگه میترسیم ببین من فقط از سوراخ نمیترسم. مثلا من یه کیف دارم از مروارید درست من از شده. یه سری- میذاره من از اون کیف چیزایی که استفاده کنار یک همه فکتایی که از محمد میدونیم و بگیم. محمد از قطرات آب که روی یه سطح صاف ریخته باشه میترسه. بابا نمیترسم بدم میاد میترسی. ترس آقا یکی وسواسه آب میریزه ساس هم میترسه. ساس بچه‌ها اندازه بارا دیگه پوله. خالی خب. نبند دیگه نمیترس همه چی اسمشو میذارن ترس من پس آب میریزه چیه؟ بدم میاد دوست دارم خوش کنم قطرات آب. ترس قطرات میاد آب. آب میرم خوش کنی. ترس اینه که آب ببینی میگه ها خب همین کارو می‌کنی همیشه. همچین حالتی اینجوری مثلا. نگم بعد خاکش میگم اینجا حالا بذاریم فکتمو بگم بگو. این تلفظش سخته اینو تو میتونی بخونی 2000 years later. خب نه این نیست اینه چیز آرچی بوتیروفوبیا. آرچیبولوفوبیا آرچی همچین چیزی بوتیروفوبیا. یه نوع فوبیاه از بوتی یعنی میاد. بوتی ترس چسبیدن کره بادوم زمینی به باتری. پس این باتری باید باشه. این خب چیه؟ دندونا سقف لثه دهن. سقف دهن آره. ترس چیه؟
چسبیدن دیگه کربادوم زمینی میخوری میچسبه اون What دیگه the جوری میشی. fuck؟ پایین دیگه ترس نداره بخورش بله. نه نمیره این گیر ترس میکنه نداره اونجا. واقعا. حالا فوبیای دیگه. دیگه ترس نداره چه نه برسه واقعا فوبیا. خیلی فوبیاهای عجیبی میتونی هست. داریم خیلی. اگه آرکوفوبیا دارین اعلام کنید. فکر نمی‌کنم هر کی این پایین اعلام کنه آرکوتوفوبیا من داره تو می‌خواستم ویدیو اینا رو بعدی در من بیارم. من اگه خیلی کربادوم راجع به زمینی فکتا تحقیق کردم. خب بعد دیدم از راجع به فوبیاها راجع به فوبیاها من خیلی تحقیق کردم. دیدم چه فوبیاهای عجیبی داریم و واقعا هستن آدمایی که مثلا چون از محمد خیلی در طرف مثلا فوبیا از زانو میترسه. باورتون میشه؟ من فوبیای زانو داره. آره من کیتی پری رو شنیده بودم از پر میترسم. پر اینقدری متکا. واقعا آره منم فوبیا شنیدم. پر داره. یه سری هم که تعدادشون خیلی زیاده از انگشتای پا میترسن. نمیدونم اسمش چی میشه. البته یه سری هم مثلا که از انگشتر آه، خوشش خیلی میاد. خوشش میاد. فینگرزنم فوبیا. فوت فتیش ضد فوبیا. فکر می‌کنم تا اینجا کافی باشه. بقیه‌اشو تو قسمت بعدی داشته باشیم. فکر کنم اینجوری خیلی بهتر باشه. پس قسمت بعدی از دست ندید. ادامه این فکت‌ها رو داریم با محمد، روشا و و اینو هم فراموش کنید که اگه یه عروس دریایی دیدید بهش تیر بزنید ببینید جاودان هست یا نیست. چرا باید این what the fuck؟ آدم بفهمه دیگه. ولی به نظر فکتات واقعی یا نیست. بعد تو گیاهخوار بودی؟ چجوری؟ دونه عروس دریایی کلا. خداحافظ بچه‌ها.